آرتا و ربکا. قطعا تمام شما اسم این دو نفر که آرتا و ربکا هستن رو شنیدید و برای کسایی که نمیدونن، آرتا یکی از خواننده‌های گروه ونتونزه و ربکا هم که دوست دختر آرتاست، یعنی بود در اصل. الان یکی از برندارا و یکی از یوتیوبرهای یوتیوب فارسی هستش که چنل داره و تولید محتوا میکنه و برندای خودش داره. آرتا و ربکا یه جورایی با هم دیگه معروف بودن و خب آرتا معروفیت خودش رو از طریق آهنگ خوندن و عضو بودن داخل گروه ونتونز و سابقه موسیقی که داشت و ربکا قادری از طریق برندینگ و فعالیت داخل یوتیوب و فعالیت با گروه ونتونز معروفیت خودش رو داشت و این دو نفر یه زوج خیلی موفق و خفن داخل یوتیوب فارسی، اینستاگرام و کلن زوج موسیقی ایران بودن. یه روز خیلی سرد پاییزی یه پیامی اومد که متوجه شدیم که آرتا و ربکا همدیگر رو آنفالو کردن و این آنفالو باعث شد که آرتا و ربکا فناشون متوجه بشن و خبر رسانی کنن که با همدیگه کات کردن. کلی حاشیه به وجود اومد و اون تایم هم شرایط توضیحی نبود واسه شون و نمیتونستن توضیح بدن و بعدش هم هیچ کدومشون واضح توضیح ندادن که دلیل این استوریا و جدا شدن و هر چیزی چی بوده. حاشیه‌ای که این وسط به وجود اومد این بود که خیلی‌ها میگفتن آرتا به ربکا خیانت کرد و یه دختری به اسم هانیه رو اسمش آوردن وسط و یه سری اسناد و مدارکی رو کردن که میگفتن که آرتا به این طریق خیانت کرده، ولی هیچ وقت ثابت نشد و صرفاً به عنوان یه حاشیه و کلاً حاشیه الکی واسه آرتا ادامه پیدا کرد. خیلی این حاشیه رو جوری دامن زدن که گفتن ربکا داخل یکی از ویدیوش گفته که من قبلا خیانت دیدم و اون ویدیو بعد از جدایی آرتا و ربکا بود. ولی جالبی داستان اینجاست که ربکا زمانی هم که با آرتا بود گفته بود که خیانت دیده و این داستان ممکنه به آرتا ربطی نداشته باشه. کلا آرتا داخل آهنگای جدیدی که داده بود بیرون به آلبوم جدیدش تو خیلی از آهنگا رفتارهای احساسی میکرد که خیلی‌ها به این طریق میگن که آرتا دلش واسه ربکا تنگ شده و توی یکی از ویدیوهای جدید ربکا دیدیم که ربکا یکی از اصطلاحاتی که برای آرتا به کار می‌برد و گفت و کمی ناراحت شد و به فکر فرو رفت. حالا به نظر شما آرتا و ربکا به هم برمیگردن یا نه؟ و به نظرتون مقصر کدومشون بوده و بعد به حاشیه‌ها گوش داد یا خیر؟ حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید. چنل ایران تیوب.